این سس‌هایی که دلوسه زده با اون سس‌های توی بازار یه مقداری فرق دارن و یه مقداری خاص‌ترن. حالا قرار اونا رو تست کنیم و ببینیم چه مزن. این سس انبه یه کوچولو با اون چیزی که جنوبی‌ها واسه فلافلشون استفاده میکنن یه کوچولو تفاوت داره، چون نمکی نیست و شیرینه ولی فوق‌العاده عطر و طعم انبه داره. خیلی خوشبو و خوشمزه بود. من اینو قاعدتاً هر جا ببینم بازم خریداریش میکنم. با اینکه روش نوشته سس خردل ولی با اونا خیلی تفاوت داره. شیرینه، علاوه بر اون یه عطر دودی خیلی زیادی داره. با مرغ سوخاری که خیلی خوشمزه بود. من اگه اینو جای دیگه ببینم بازم خریداریش میکنم. خیلی عجیبه، فکر میکردم باید شیرین باشه ولی کاملا نمکیه و با اینکه تیکای بلوبری داخلشه طعم بلوبری رو به ندرت ازش میگیرید. مزه چندان خاصی نداشت. من اینو اگه جای دیگه ببینم فکر نکنم خریداریش کنم. این یه رقیب سرسخت واسه سس چیلیتای فوق‌العاده خوشمزه است و چه مزه عسلی میده. خیلی خوشمزه است. این یکی هم واقعا ارزش خرید داره و اگه جایی ببینمش حتما بازم خریداریش میکنم. روش نوشته بادام زمینی ولی طعم زنجفیل رو ازش میگیرید و یه تندی داره که خیلی هم اذیت کننده است. من اگه اینو جایی ببینم دیگه خریداریش نمیکنم. خیلی بدمزه بود یکی.